بازداشت مادر عبدالرحمن به کدام خاطر است؟ یک حکومت چینگیزی مادر را مرده مجازات میکنند به خاطر یک کنکی رحمانov، به خاطر دیگر هیچ نیست. این کار روباهی است. درود و سلام به شما بینندگان عزیز. درود و سلام به برادر محمد اقبال. من میخواستم چند نکته را در مورد حوادث های اخیر که در تاجیکستان گذشته ایستاده‌اند در این باره صحبت کنم، چون هیچ نفر هیچ انسان رو نمیتواند بی‌طرف بگذارد. اولین انا همین خودی بازداشت مادر عبدالرحمن به کدام خاطر است از جانب مقامات های قدرتی؟ تو این مگر یک جوانی، یک بلاگر جوان که تقریبا 22-25 سال عمر دارد، یک مقامات، یک حکومت میخیزد به خاطر قصاص گرفتن از یک جوان، میبرد مادر این را محکم میکند. جامعه ما جامعه سنتی است دوستان عزیز. در یک جامعه سنتی یک مادر را بردن، محکم کردن، زندانی کردن به خاطر فرزندش که از عملکردهای این حکومت تروریست، از عملکردهای این حکومت جنایتکار و از عملکردهای این حکومت چینگیزی چیکار میکند؟ گپ میزند، سخن میکند، ایراد میگیرد. آیا در یک جامعه سنتی تاجیک این کار امکان دارد؟ تنها این چینگیزی ها، تنها این خونی چینگیزی، خونی این تروریست ها، خونی این اوباش ها میتواند دست به این عملی ننگین زند. مادر یک انسان، مادر یک شهروند، مادر یک برادر، مادر در جامعه ما، در فرهنگ ما مادر ما قبول می شود. فرق ندارد اون مادر ما را زای دست ندارد، اما احترام مادر برای همه ما، نابسته که بگذار این برادر دشمن ما باشد، این برادر دوستی ما باشد، هر کسی این باشد نباشد، اما مادر برای در جامعه ما، در جامعه آن جامعه که فرهنگی که ما داریم، سنتی که داریم، مادر این ارزشی عالی دارد. هیچ کس حق ندارد به مادر تحقیر کند، هیچ کس حق ندارد به مادر دست درازی کند به خاطر هر چیزی که باشد. اما تنها چینگیزهایی که در تاریخ ملت تاجیک آمدن به خاطر یک نفر، به خاطر یک قوم را میکشتن، به خاطر یک عائله، یک نفر عائله تمامی عائله را میکشتن. این خون انا همین چینگیزی ها امروز روزه ایستاده است و به خاطر عبدالرحمن، به خاطر انا همین شیرزاد مادرش را برده زندانی میکنند. مادرش را برده افراطگرا میگویند. در تاجیکستان همه افراطگرا هست به جز یک خانواده، به جز یک اولاد، به جز یک پدر لعنت بیشرف بیناموس امام علی رحمه. دیگر برای اینها تمامی زن و مرد، هر کسی که در مقابل آنها باشد، فرق ندارد اون کی است، زن است، مادر است، پدر است، هر کسی که باشد، به خاطر عملکرد فرزندش، به خاطر عملکرد یک خانوادهش باید که مجازات شود از جانبی یک حکومت چینگیزی. این تنها چینگیزها میتوانند به این ارزش های انسانی، به این فرهنگی ما، به این ارزش های سنتی ما چیکار کنند؟ دست درازی کنند. این بدترین مرز ناموس است، بدترین مرز ناموس است که امروز به ناموس ما و شما دست میزنند. من دیگر از این پیشتر نمیدانم که چی کارهایی باز میتواند این نظام بالای ملت ما انجام دهد. این بدترین حالت و بدترین شرایطی که از امروز ملت تاجیک در آن گرفته است که به خاطر عملکرد فرزندش، به خاطر عملهای انتقادی فرزندش مادر را مرده مجازات میکنند. این ناتوانی است. هیچ وقت یک آدم توانمند، یک آدم پرقدرت، قوتمند حتی اعتبار نمیگیرد، چی رسد که به زندان کردن، نسبت یک نفر پرونده باز کردن، جستجو کردن، این نفر رو دزدیده آوردن، محکم کردن، کشتن. این کارها یک آدم ضعیف
ترسو بزغاله است. این کاری هیچ وقت یک جوان مرد، هیچ وقت این یک کار یک مرد نیست. و این عملکرد رحمانوف که مادری عبدالرحمن را میبرند امروز زندان میکند، این بدترین شرایط است که ما امروز میبینیم. ما امروز بدترین شرایط است که امروز ما به این حالت روبرو شدیم و مقامات های قدرتی تاجیکستان، اون افسران و عسکرانی که این مادر را برده زندان میکنند، مادری خودشان رو برده به خاطر حرف دختری فاحشه رحمانوف، به خاطر کنتی رحمانوف میبرند مادر عبدالرحمنوف محکم میکنند. مادر عبدالرحمن به خاطر یک کنتی رحمانوف، به خاطر دیگر هیچ نه. ببینید که امروز افسران و عسکران و آن آدم هایی که در مقامات های قدرتی تاجیکستان کار میکنند، ببینید تا چی درجه شما بیناموس شدید، به وجدان شدید، به ایمان شدید. تمام چیتان را به خاطر چی؟ به خاطر 1,500,000 سامان فروختید، به خاطر جایگاه، به خاطر امروز پسترین ذلیلترین انسان که است در تاجیکستان این مقامات کارمندان مقامات قدرتی هستند. بی‌عزت‌ترین آدم، از همه ظالمترین انسان در چشم مردم تاجیک است این مقامات قدرتی تاجیکستان است. امروز ملت تاجیک احساس خطر، احساس بدبختی میکند از مقامات قدرتی تاجیکستان. نه اینکه احساس امنیت، نه اینکه احساس میکنند که آنها امنیت ما را تامین میکنند، بلکه احساس میکنند که اینها یک گروه متشکل جنایی با رهبری رحمانوف و ملت و مردم تاجیک ظلم میکنند. اینها مقامات های ظلم کننده بالای ملت تاجیک قرار گرفته هستند. یعنی امروز تمام ناموس و وجدانتان را به خاطر 7 دختر به ناموس رحمانوف فروختید. دیگر شما پس از این کی هستید که مادری خودتان رو میبرید محکم میکنید، خواهر خودتان رو میبرید محکم میکنید، در صورتی که میدانید که این مادر بیگناه است، در صورتی میدانید که با فرمان با سفارش رفته این مادر را زندان میکنید. رحمانوف میرود در خوجند در پیش یک هیکل مادرش اشک میریزد. رحمانوف در این طرف عملش میبینیم که مادر یک بلاگر را برده چی کار میکند؟ زندان. مادر یک بلاگر را برده محکم میکند. این کار روباهی است، این کار شیطانی است. انسانی که به مادر احترام دارد، انسانی که قدر مادر را میفهمد، هیچگاه اگر رحمانوف همون لحظه گوید که من شما را از کار بیرون میکنم، من شما را زندان میکنم، اما زندان را به عهده میگیرد و فرمان رحمانوف را یک طرف میگذارد. بگذار 1000 تا 100,000 وقتی که شما به وجدان میشوید مقامات ها، شما فردا مادری خودتان رو میبرید محکم میکنید. مادری که شما رو زاده است شما میبرید محکم میکنید، چون مادری عبدالرحمن مادری شما هم هست. شما امروز مادری خودتان رو بردید محکم کردید. شما امروز برای رحمانوف تمام خدمت ها رو کرده ایستادید که رحمانوف این ملت رو آهسته زیر پا کرد، بیناموس کرد، بی وطن میکند و آهسته شما رو از تاجیکستان بدرقه میکند. دیگر ملت تاجیک پراکنده میشود. امروز مردم فرار کرده ایستادند. به خاطر چی؟ به خاطر در تاجیکستان نه امنیت است، نه کار است، نه زندگی، هیچ چیز نیست. به خاطر چی؟ آهسته تمام اعتبارش رو حکومت تاجیکستان در عرصه بین‌المللی از دست دادگی است و میدید باز میدید. همون صاحب کارانی که در داخل تاجیکستان ماندن درست پس دیگه اونها هم کاملا از تاجیکستان فرار میکنند میروند. چند صاحب کاری میموند در اطراف عائله و خانواده او و دیگر هیچ کس نمیماند در تاجیکستان. و تاجیکستان آهسته از این قشاقتر و پستر شده رفتن میگیرد. ان همین به عوض یک پولی کوچک شما مقامات داران زن و فرزند خودتون رو میفروشید، آینده خودتون رو میفروشید، وجدان خودتون رو میفروشید. امروز در بدخشان و در دیگر جاها آمودگی یک عملیات گسترده را دارید. میخواید محمد باقی را بکشید. به خدا قسم اگر محمد باقی را بکشید، 10 تا محمد باقی را بکشید، وضعیت شما از این بهتر نمیشود. هیچگاه هر یک
عملی کشتار شما جوابگری دارد. هر یک عملی جنایتی شما جوابگری دارد. دنیا به دروازه نیست. آنهایی که در بیرون هستند، آنهایی که دست و پایشان رو بسته نیست در داخل هستند، آنها نوشته ایستادند جنایت های شما. هر روز جنایت های شما در اینجا ثبت شده ایستاده و برای هر عملکرد جنایت شما مقامداران جواب میگویید. افسران و عسکران امروز فرصت دارید بگذار شما را از کار بیرون بکنند، ولی شما دیگر دست به جنایت ها نزنید. دست به کشتاری برادران خودتان در بدخشان نزنید. دست به کشتاری، اگر بدخشانی ها زده، این یک پروژه است. کشتاری بدخشانی ها پروژه خطای است و پروژه رحمانوف است، پروژه فروختن زمین تاجیکستان است. در پشت این همه عملیات ها، در پشت این همه کشتارها فروختن زمین تاجیکستان است. اگر که شما کمک کردید به رحمانوف، عملیات را در خورو گذراندید، جوانمردان این سرزمین را، بدخشان را کشتید، شما بدانید که برای فروختن زمین تاجیکستان زمینه ها را برای رحمانوف مهیا ساختید. امروز مردم بدخشان هستند که با تمام جانشان، با تمام امکانیتشان از زمین ما حمایت کرده است. امروز رحمانوف کمی باشد ترس از بدخشان دارد و مردم بدخشان دارد و زمین ها را نفروخته ایستاده است. یک قسمتی زمین را فروخته است. یک لاحیه دیگر هم هست که تمامی مواد اورانیومی که در بدخشان هست به چین باید سپارد. تمام اشیای خامی که در بدخشان هست باید به خیتای سپاریده شود. اگر که شما زمینه را آماده کرده، شما فکر کنید که در خیانت رحمانوف، این پدرنالت خیانتکار است. مقامات های قدرتی تاجیکستان خوب میدونید این پدرنالت در حیات، در زندگی یک دفعه فروخت زمین تاجیکستان را فروخت و باز هم آماده است که زمین تاجیکستان را بفروشد. اگر که شما مقامات های تاجیکستان کمک کردید، شما فکر کنید شما زمینه را برای فروختن زمین تاجیکستان برای ایجاد امکانیت فراهم آوردید که رحمانوف زمین های تاجیکستان را به خیتای بفروشد، امکانیت های زیر زمینی تاجیکستان را به خیتای بفروشد. اما این مبلغ به بودجه کشور نمی رود، به منفعت مردم استفاده نمی شود، به منفعت 7 دختری پایشه رحمانوف می شود، به منفعت 7 دختری انا هم قنچقی رحمانوف استفاده می شود، اما به منفعت شما نمی شود، به منفعت ملت نمی شود. به شما چی داده می شود؟ به مثل یک سگ یک استخوان پیشان می پرتند که همونجا سگا برای شما بخواهید و حمایت از رحمانوف کنید. همون سگی که استخوان رو می پرتند خانه شما را حمایت میکنند، شما مقامداران انا همین خیل میشوید. شما مقامداران به مثل انا همون سگی میشوید که امکانیت فراهم میارید که رحمانوف ملت تاجیک ظلم کرد. 7 دختری فاحشه رحمانوف ملت تاجیک ظلم کرد. این عمل کردی که امروز در تاجیکستان رفته ایستاده است از جانب حکومت، این زیر ملیت، زیر منفعت های دولت و ملت است. شما کجا را نگاه میکنید مقامات؟ شما افسرها و عسکرها شما خوب میدونید که این کارهای رحمانوف جنایت هستند. دخترای رحمانوف جنایت صادر کرده است، نبیره‌های رحمانوف جنایت صادر کرده ایستاده. گنرال های به مثل یتیموف، رمضان رحیمزاده، اینها یک جنایتکار هستند، یک تروریست هستند. رحمانوف یک تروریست است. شما از یک تروریست امروز حمایت کرده ایستادید. میروید امروز یک مادر رو تروریست میگید. امروز میروید زیر پوشهای تروریسم گروه های جنایتکاری در خور عملیات میگذرانید. این جنایت است. این جنایت است که مردم آسایشته رو میخواهید بکشید، مردم رو از بین ببرید، زمین های خارو بدخشان رو خالی از انسان ها کنید که این زمین ها به منفعت دیگر کشور دولت داده شوند. اما شما در این خیانت رحمانوف خودتان را همراه میکنید، امروز من باز یک گروه تاقیداران را در یک نوار دیدم که میگویند که ما مردم کلاب هیچی نداشتیم، وطن آرام کردیم. شما هیچی نداشتید؟ نه، شما رو ازبکستان و روسیه رهبران اون وقته تانک و یراق و اسلحه دادن که برادران خودتون رو بکشید. اون فرانت خلقی امروز صد هزاران پشیمان است که
آن وقت با راهبری انا همین رحمان تروریست برادران خود را کشتند. برادران خود را کشتند. آنها امروز پشیمان هستند. و شما امروز نگوید که ما منتظر فرمان جناب عالی هستیم. اون جناب کنتیتان به خاطر منفعت شخصی خود و خانواده خودش در آنجا میخواهد عملیات گذراند. مردم کلاب اون رستم نبیف است، کدام پدر لعنت کونلسی دیگر از کلاب خودش از کلاب میگیرد. 99% مردم کلاب طرفدار همین پیشوای کنتی است، طرفدار همین پیشوای پدر لعنت است. هیچ کس طرفدار این رحمان حرامزاده نیست در کلاب. من بچه سرزمین کلاب هستم. ما هیچ وقت این پدر لعنت نخواستیم، نخواهیم و در آینده هم نخواهیم. این بدترین ننگ است که ما از این منطقه یک پدر لعنت، یک تروریست، یک حرامزاده را در سر قدرت آورده. این بدترین حالت است. ما باید این ننگ ناموس، اگر ما مردم کلاب ناموس داشته باشیم باید این کنتی را ما باید از سر قدرت دور کنیم. ما باید این پدرلعنت از سر قدرت دور کنیم. این را کسی دیگر نه. به خاطر این لکه سیاهی این پدرلعنت از سرمون دور کنیم. نگن که این مردم کلاب همش به مثل انا پدرلعنت مردم یک جنایتکار هستند. نگن باید این کارا. هیچ کس مردمی از کلاب نباید که گوید که من در حمایت رحمانوف هستم. چند پدر لعنتی که در اطراف بیناموسی که در اطراف رحمانوف جمع شدگی هستند از کلاب از دیگر جا، به خاطر چی هستند؟ به خاطر از همین منطقه هستند. ولی که مردم همین منطقه خود بر این پدر لعنت‌ها را شو می‌بینند. یتیم فقیر در فرخار دوست می‌دارد. همین پدر لعنت یتیم فقیر در فرخار دوست می‌دارد. هیچ کس دوست نمی‌دارد. هیچ کس نمیخواد این پدر لعنت یتیم فقیر. همین پدر لعنت های جنایتکارایی که در اطراف رحمان اومدگی هستند میگن ما از کلابیم. کی همینا را دوست می‌دارد؟ مردم کلاب از همینا از ریشه دور بزار هستند. مردم کلاب اینها را چشم دیدن ندارد. مردم کلاب اینها را یکم شده چیکار میکنند؟ نصف نابود میکنند. اینها پایگاه اجتماعی ندارد، پایگاه مردمی ندارد. به خاطر چی؟ به خاطر رفتن در پهلو یک ظالم، در پهلو یک پدر لعنت حرامزاده اومده رحمانوف کرده قرار گرفته. به این خاطر اینها دعوت نکنید. این چند تا کونلسی که بر آمده است میگه ها ما مردمی بدخشان میریم میکشیم. یعنی چی؟ برادران خودتون برای یک کندی رحمانوف میکشید؟ برای یک پدر لعنت هفت دختر فاشه رحمانوف میروید مردمی بدخشان میکشید؟ نه. شما برای این جنایتاتون جواب خواهید داد. هر نفری که امروز برآمد میکنه این صحبت‌ها رو میکنه، این رحمانوف از قدرت میرود. این یک وقتی ساعت‌ها یا ماه‌ها یا روزها ماندگی است برای این پدر لعنت از قدرت رفتن باشه. این بسیار عمل نمیکنه. اگه 10 تا چین در پشت رحمانوف بیستد، 1000 تا روسیه در پشت رحمانوف بیستد، 100,000 لشکر روسیه و چین در پشت بیستد، این پدر لعنت از بین میرود. این پدر لعنت این ملت میخزد از بین میبرد. ولی شما پدر لعنت‌های کلسا حرام هایی که دمه برای میگن ما از کلابیم، ما حمایت میکنیم، میخزیم مردم بدخشان رو میکشه. این فکر خیالتون به آب بگوید. هیچ وقت مردم کلاب نمیخزد و شما هم قدرت اینا ندارید. شما هم جوان مرد نیستید. شما مرد نیستید که این حرفا رو میگوید در مقابل مردم بدخشان. هیچ وقت هیچ مردم در مقابل مردم بدخشان نمیخزد. و امروز مردم بدخشان انا همون مردم پنشیر هستند. انا همون مردم پنشیر هستند که نه چینگیز، نه مغول، نه کدام پدر لعنتی اجنبی آمدگی این منطقه را غصب کردگی است. هیچ کس غصب کردگی نیست. این مردمی همیشه مقاومتگر بودند. به هیچ ظالم تسلیم نمیشه، به هیچ دیکتاتوری خالق پدر لعنت رحمانوف تسلیم نمیشود و خطونه در اینجا قطعی نکنید. این پدر لعنت این نقشه رحمانوف است، این جنایت رحمانوف است. رحمانوف برای این جنایتش چیکار میکنه؟ جواب میگوید. من باور به این دارم که این پدر لعنت این مردمی تاجیک بله خب میکنه، شاید ظلم کنه. وقتی که میآید که این کاسه صبر مردم لبریز میشه، وقتی که میآید که میشکند، وقتی که شکست مردم میخزد. خداوند میگه هیچ کس رو در
تی پای مردم با غضب چی نکند، چون وقتی مردم بخیزد با غضبش میخیزد، غضب مردم میخیزد، غضب مردم خیز هر دیکتاتور را، هر ظالم را در تگ پایش آرد میکند، میده میده میکند، ریزه ریزه میکند، پاره پاره میکند. این را باید شما ظالم ها بدونید. این را آن افسرانی که امروز ظلم میکنید و خدا قسم این را شما باید بدونید که این مردم وقتی که خیز دیگر با شما رحم نخواهد کرد. از برای آینده خودتون چاه نکنید، گور نکنید برای خودتون، چون این مردم همه چیز رو دیده ایستاده. امروز تمام جنایت های شما ثبت شده ایستاده، نامناسب خانواده شما ثبت شده ایستاده. هیچ وقت هیچ کس شما رو برای این جنایت های عظیمتون نمیبخشد. امروز هست اندیشه کنید برای هر عملتون، برای هر کارتون، چی مردمی عادی باشید، چی کسی باشید، دیگر از رحمانوف حمایت و از رحمانوف این نکنید. هر کسی که در مقابل بدخشان صحبت میکند بداند که اون زمین فروش است، بداند که اون کروپسنیر است، بداند که اون یکی از خائنان ملت است که خائن پیشوا را، خائن کنتی را حمایت میکند. به این خاطر من از تمام مردم خواهش میکنم که دیگر به این چیزها داده نشد. بعد یک وقت برآمدن یک گروهی که از خودشون از ونج گرفتن، گفتن محمد باقر تو باید برای این جنایت جواب بگوی. تو امروز مادری عبدالرحمن از ونج است، مادری عبدالرحمن از ونج است. چرا امروز تو در برابر ظلم رحمانوف نمیخیزی؟ نمیگی که رحمانوف کندی، تو بیا برای جواب بگو. برای چی گپ نمیگویی؟ برای چی امروز تو نمیخیزی که مادر عبدالرحمن مادر ما است؟ کجا است اون؟ به خاطر تو کنلسی که یک رئیس معارف که باقی را تهمت میکند ما حمایت میکنیم. تو امروز بخی از مادرت حمایت کن. تو اگر ناموس داری، تو اگر یک کم وجدان داری، تو باید امروز بخیزی از مادرت حمایت کنی. امروز بسیار شخصیت های هستن که زیر تاثیر مقامات قدرتی تاجیکستان برآمد میکنن، زیر نمیدونم به خاطر کدام کنلسکیشان، به خاطر کدام حرامگریشان میبرند در چیزا برآمد میکنن. اینها همش ساخته هستند و در اصل در تحت دل بسیار انسان هایی که حتی برآمد میکنن یک بدبینی، یک خصومت بدبینی به این نظام، به این رحمان و به این خانواده است. من در تاجیکستان باوری دارم که 97 و 98% مردم از رو رنگ رحمانوف، از خانواده او بیزار هستند. همه میخواهد برای این خواسته هامان باید عمل کنیم و تا اینکه به این نقطه برسیم که برای ما دیگر رحمانوف و خانواده اش لازم نیست. اگر برادر محمد اقبال باشند نباشند، اگر کسی که میخواهد باز در اینجا یکم صحبت کند، مرحبا. صدای شما نیست برادر محمد. سلامت باشید برادر شراف‌الدین با سخنهای خوب و آتشینتان که واقعا هم اون دردهایی که ملت و مردم در داخل دارند و اون جنایت‌هایی که انجام داده ایستند. بعضی از افراد از کلوب میبرویند و گپ میزنند، فکر میکنند که تمام مردم کلوب گویا که میخیزند باز هم از همین رحمانوف حمایت میکنند. و خدا قسم یک شرم است که اینها میخیزند باز گویا حمایت از رحمانوف میکنند. مردم بدخشان شما 4 تا جنایتکار، آخی این قدره که رحمانوف ظلم کرد این بچه کلوبی را بدخشانی را همین رحمانوف همین خیلی ظلم کردگی نیست. بدخشانی بهترین بچه های کلوب برده همش در زندان محکم کرد. بهتریناش بود کشت. این پدران بهتریناش در نارکوتیکشون از بین بود. از روزی که اول از کجا شروع کرد کشتن؟ از کلوب شروع کرد. بهترین فرزندای کلوب گرفت کشت. امروز با میخیزد گپ میزنه. بچه سنگیک سفر در کجا؟ لنگری خود در کجا هستن؟ در زندان. بهترین بچه های کلوب در کجا هستن؟ در زندان رحمانوف. پاکیزه این منطقه کلوب مرخ کرد، پرتوفت. همش ترسو کرد. نمان بعد مردکو جوان مردایی که
منطقه کلوب بسیار داشت، همش تو تروریستی، تو ابلای، تو فلانی، تو همین رفت برد چین محکم کرد. یگان کلوبی حق معنوی از این ظالم حمایت کردن ندارد. هر کلوبی که میگه که ما طرفدار رحمانوف و پیتوخ است، هر کلوبی که میگه که ما طرفدار رحمانوف، او طرفدار پیتوخ کنتی است. انا همون کنتی و پیتوخ، انا همون آدمی که میگه ما طرفدار رحمانوف از رحمانوف حمایت میکنم. خوب اینا برادر یگان کلوبی حق معنوی نداره. من ندارد. نگفته استم که شما بگه که تی گپا گفته است. خوب دیگه اینا نه من بچه منطقه کلوب، من منطقه کلوب من میدونم. هر کسی که از اون وای میکنه باید کنتی و پیتوخه به خاطر طرفدار یک پیتوخه یا حرام گرفتن حمایت کردن، این چی معنا دارد؟ که برادر رحمانوف کوی ولادزینو، همین رحمانوف کوی یا حیوان، همین رحمانوف کوی یا آدمی که سنگش کستگی خوردگی ای، همین رحمانوف که با قدرت خوجه های خارجیش با قدرت رسید، همین رحمانوف که بچه های کلوبای کشت، همین رحمانوف که آدمای با قدرت آوردنش سنگک سفارف و فیضلی را کشت، همین رحمانوف که بچه های فرانت خلقی به سر قدرت آوردنش همش تربه کرد، همش پرابلم کرد. با چی طرف داره میکنه همین رحمانوف؟ دختراش آمده تا در فرخورد یگان منطقه در کلوب در غرب نمونده است. شما دیدید در سنگوار کانی زرینک، بعد که تحقیق میکنم کانی زرینکش در سنگوار ای زرینکا بوده است. ای زرینکا، ای زرینا، فهمیدید؟ زرینک، کانی زرینا. الله لعنت کنه شما را، با این کان تمام بایگری ملت گرفته خورده دست دیده. شما کلوبیات در سرتون گو بچه تزد است که میخیزه همه حمایت میکنه. با خیرتون کرد، کشتون، تجاوزتون کرد، زندانیتون کرد، دربدرتون کرد، مهاجرتون کرد، در آسیه گشته، هر روز بچه کلوبی را کشتستن. با تو بسینت میزنی ما را بچه کلوب میگن تو مرغی گفتی. همین شرافدین دوام میگه بچه شرافدین گفتون دیگه. عیب شما خودتون مرد میگیرن، ای قفای این خستن نومرد نشه و آدم ای قفای حیوانی ولا زینو بخیزه طرفداری کنه. رحمانوف جاش درونش یک قبچه میداری، کنی قبچه را شکاف میکنی، دوامش هم فهمیختون دیگه. این یکون جای دیگه نداره رحمانوف. همش در یک قبچه میدوزی بعد هم قبچه شکاف میکنی. که همونطره یا که خودش طاقه میدازی قطعی هفت دختری بوگینش توکش بر. اما همش یک جمله اندازی هم قبچه ده، بعد قبچه را هم شکاف میکنی. این پدنات رو خیلی نمیشه. چه باید مردمی کلوب خودشون بدونن مانه دیگه. سلامت باشی برادر شرافدین. سلامت باشی.